چطوری؟ سلام. سلام. تو رو نگاه کنم؟ فرقی نه، هر جا می‌خوای. تو رو نگاه کنم. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یوتیوب من. آره دیگه. من. یوتیوب خودت با میزبانی ولی ایشون. اسم ما حداقل بگم. امین. الان مخصوصا این چند سال اخیر اتفاق باحالیه که همه دارن راجع به حالا حق و حقوقشون یا اتفاقای مختلف صحبت میکنن. ما میخوایم که به نوبه خودمون راجع به این مسئله که ربط داره به یه جورایی به کار تو هم صحبت بکنیم. یه ذره شاید کمتر راجع به صحبت داشتید. این تو رو اذیت نمیکنه هیچ وقت که مثلا خلبان زن مگه داریم، مثلا مگه فلانه؟ چرا باید انقدر عجیب غریب باشه اصلا؟ خب عجیبه دیگه. چرا؟ یعنی این تو جهان عجیبه یا تو ایران فقط عجیبه؟ ببین من میمایی که میبینم کلا تو جهانم عجیبه انگار. که خلبان زن باشی؟ ببین مثلا دو تا بحث جداست. مثلا دیدی میگن که چرا هیچ مخترعی زن نبوده؟ فکر کردی بهش؟ چرا خب؟ به خاطر اینکه یک فضا نمیدادن به زنا. پس این بوده، ریشه همیشه از بوده. قبل آره. داشته. دو، اگر بوده هم مهارش میکردن یا به اسم خودشون میزدن یا چیزای دیگه. حرفایی هم از طرف آدم‌ها شنیدی که برات یه مقدار سخت باشه، غیر قابل پذیرش باشه؟ غیر قابل قبول. اکثرا از طرف آقایونه، ولی وقتی از طرف خانم آدم یه حرفایی میشنوه خیلی بیشتر ناراحت میشه. نه طرف خانم هم میشنوی؟ آره میشنوی. آره مثلا توی اینستاگرام که میشنوی ببین خیلی میشه دیگه که نوشته بود که من با آقا شاید بپرم. بعد خب اون موقع جدید بود دیگه، حتی تو فضای اینستاگرامم این دایرکت رو داده بود. آره که من شاید با آقا بپرم ولی با یه زن اصلا. که حتی من یادم اینو استوری کردم و نوشته بودم که این از طرف یه خانومه. خب خیلی میدونی که این حرفی که میزنی به خاطر دقیقاً همون مسئله فرهنگیه که اون شرایط هست که داده نشده. یعنی اونم شاید اون مقصر نیست، جا افتاده و اونم اون مقصر نیست. میدونی چون خود خانوما خیلی هاشون هنوزم یه سری فضاها رو بهشون نمیدن. خب ولی الان خیلی از کارا دیگه انقدر خانوما رفتن سمتش انگار که برای مردم آدما عادی شده، باورپذیر شده. همون مزیت نسبیه هستش. مثلا تو یه سری چیزای ضد زن هست، مثلا ویدیوهایی که مرد داره اینطوری اگه پیدا کنم میذارمش، یه دونه مثلا فکر کن یه چیز خیلی بزرگو داره با یه دونه آچار خیلی بزرگ میچرخونه سر و بدنش مثلا سیاهه و اینا، مثلا مینویسن طرفدار حقوق زن و مرد الان کجاست. خب یه سری مزیت‌های نسبی وجود داره. اصلا بحث این که دیگه واضحه که تو نمیگی برابری میخوام، تو میگی من حق و حقوق خودم میخوام، به من اون فضا رو بده. ببین دقیقا الان میخوام به این برسم که چالشایی که باهاش مواجه بودی تا الان، حالا قدیما رو کار ندارم، الان شاید عجیب غریب تر باشه دیگه، هنوز یه سری حرفا رو بشنوی، چون به قول خودت جز اولین کسا بودی، جا انداختی، کلی آدم ها رو بریف کردی راجع به این موضوع، یعنی اطلاعات کافی رو دادی دیگه. خب که آقا من هستم، یه همچین چیزی وجود داره و دیگه برای مردمم قابل پذیرشه این موضوع. خب حالا الان بازم آیا کسایی هستن که یه سری حرفای عجیب غریبی بهت بزنن؟ آره مثلا کی چی؟ مثلا الان تعدادش کم شده ولی خب هست دیگه، هم توی مسیج و دایرکت و چی میگن کامنت و اینجور چیزا هست، همین که حضوری هم هست. مثلا اینو بگم بعد یه چیز دیگه هم یعنی یادم افتاد. چند وقت پیش یه آقای اومد که سورپرایز شده بود، یعنی نمیدونست که کجا قراره بیاد تا همون لحظه. بعد یکی دیگه براش گرفته بود. بعد حالا سوار شد و بعد توی تیک آف، یعنی مثلا شاید 3 متر از زمین فاصله داشتیم، گفتش که من روی زمینم به خانوما اعتماد نمی کنم، چه برسه روی آسمون. توی نه آسمون. بابا. آره. بعد من
و تو تیکافی دیگه نمیتونی نه صحبت کنی نه باید کسی با صحبت کنه، یعنی باید حواست چیز باشه. من انقدر که این حرف برام چیز بود که اینجوری شدم گفتم خیلی حرفتون بد بود. اینطوری اصلا یعنی اونجا دیگه نشیده بودم همچین چیزیه که بخواد بگم. قبول داری که یه جورایی رفته تو ناخودآگاه آدما، شاید یارو انقدر عادت کرده یا این چیزا انقدر تو مغزش بوده که شده نقل و نبات، یعنی میزنه و فکر نمیکنه راجع به اینکه چی گفته. شاید مثلا 2 دقیقه بعد یا مثلا 1 ساعت بعد تازه بفهمه که چی گفته. آره اتفاقا بعدش هم مثلا اینجوری بود که یه ذره شوخی کنه و حرف بزنه و اینا، ولی بعد مثلا دوباره یه رو بعد چون 10 دقیقه بعد گفتش که شما چند ساله میپری؟ گفتم که 6-7 ساله مثلا. بعد گفتش که ما جونمون رو سپردیم دست کسی که 6-7 ساله داره میپره. بعد منم دیگه گفتم که اگه خیلی ناراحتین برمیگردیم. گفت نه اختیار داریم فلان. گفتم من الان دیگه نمیخوام بپرم با شما. اصلا تو هیچ پشتوانه‌ای در نظر نگیر، خب که اصلا نداری. تو الان یه خلبان خانم پرواز تفریح هستی، خب با این کار زندگیت میچرخه یا نه؟ مثل حالا یه شغل خیلی نرمالی میتونیم بهش نگاه بکنیم اینجوری، چون تو دیدگاه خیلی از آدما اینجوریه که خلبان بودن یعنی وضع دیگه خیلی خفن مایه‌دار و پولداری. ببین تو کل دنیا شاید اینطوری باشه. راه رسیدن بهش هم خب خیلی چالش برانگیزه. یا خب بعد مثلا تو آشیانه و هزینه خودش دوره آموزشی چالنجایی که داری اینو نمیبینی که در دوره آموزش یا اصلا آموزشت مثلا تموم شده 1000 تا شرایط آب و هوای مختلف بهت میخوره. نمیدونم کار فصلیه یه جورایی هم دیگه. نه اصلا ترسشو دارم میگم. تو اون بالایی میخوری به باد شدید. نه ترسی میدونی. یا مثلا یه اتفاق یه چی میگن چیز فنی، مشکل فنی پیش میاد واسط، حالا باید جمعش کنی، حالا باید ریاکشنت فوق العاده بالا باشه، حالا باید میدونی همه اینا هست. تو اون یه باری که اومدی بحران به شدت آره بالا، تو اون یه باری که اومدی مثلا بهت خوش گذشته رو نگاه میکنی بعد میگی مثلا فلان. خیلی ها شده که این کارو شروع میکنن، یعنی یه هزینه‌ای هم میدن اولش، ولی بعدش که این مشکلاتو میبینن ول میکنن. خب اون خیلی ناراحت کننده است که تو یه چیزی هم هزینه کردی و روحیه چی میگن پرتلاش و جنگجوییه که باید داشته باشی. تو همه کارا باید داشته باشی، اصلا ربطی نداره به کار شما. ولی یه جمع‌بندی بکنیم این که پس با توجه به این موانعی که داری و استرس هایی که تو میگذرونی و حالا اتفاقایی که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه برات، اونقدر هم درآمد عجیب غریب بالایی از این نمیتونی داشته باشی نه. توی این سطح. حالا کاری به چیزای دیگه ندارم مثلا. بله. خیلی ممنونم اگه تا اینجای برنامه تا اینجای ویدیو اگه همراه بودین. مرسی. اگه نبودین واقعا ناراحت میشم. نه ممنونم. کامنت بذارین، نظراتتون رو بهمون بگید. مرسی. خداحافظ. ممنون از شما. خیلی ممنون. خداحافظ. هیچی دیگه نگم؟ نه دیگه چی میخوای بگی؟ خداحافظم گفتم. خیلی ممنون از شما گفتی. خیلی ممنون از شما. خداحافظ. امیدوارم خیلی من عادت ندارم انقدر زود خداحافظی کنم. 40 دقیقه. خداحافظ. خیلی خوش گذشت. بازم میایم. دم در خونه هاتون. دیدین دم در تونه میایم.